وقلیل من عبادی الشکور. سوره زخرف یعنی زینت در مکه نازل شده است و از 89 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. حمیم. ها میم. والکتاب المبین. سوگند به این قرآن روشن و روشنگر در لفظ و معنا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما این کتاب قرآن را به زبان عربی بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کردیم شاید که بفهمید و دریابید معناهایش را. و اینه فی الكتاب لدینا لعلی حکیم. و بیگمان در آن لوح محفوظ در نزد ماست. به درستی این کتاب بلند قدر و با حکمت است. افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. آیا به آن سبب که مردم اسرافکاری سرکش هستید از شما روی گردانیم و قرآن را از شما باز داریم؟ و کم ارسلنا من نبی فی الاولین. چقدر پیامبران را در میان پیشینیان فرستادیم و ما یأتیهم من نبی الا كانوا به یستهزئون. و هیچ پیامبری بر آنها فرستاده نمیشد مگر آن که مسخره‌اش میکردند. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. پس ما کسانی را هلاک کردیم که نیرومندتر از اینها هم بودند و قدرتی زیادتر هم داشتند و نمونه از قصه پیشینیان گذشته است که برخی از آنها را برایتان بیان کردیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ای پیامبر، اگر از آنها پرسی چی ذات آسمان ها و زمین را آفریده است میگویند آنها را آن پیروزمند دانا آفریده است. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. آن که زمین را پهن کرد و بستری شما ساخت و برایتان در آن راه ها پدید آورد باشد که شما هدایت یابید. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. و آن که از آسمان آب یعنی باران فرستاد به اندازه معین و به آن سرزمین مرده را زنده کردیم. شما نیز ای آدمان این چنین از گورها بیرون آورده می شوید. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
و آن که همه مخلوقات را جفت بیافرید و برایتان از کشتی ها و چارپایان یعنی شتر، اسب و خر مرکب ها ساخت که بر آنها سوار می شود. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين تا بر پشت آنها قرار گیرد و چون بر آن جای گرفتید نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید پاک است آن ذاتی که اینها را رام ما کرد وگرنه ما را توان آن نبود. و اینا الی ربنا لمنقلبون و بیگمان ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. و آن مشرکان برای الله از میان بندگانش فرزند مقرر کردند. هر آینه آدمی ناسپاسی آشکار است. یعنی فرشتگان دختر الله‌اند، گفتند تفسیر سعدی. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين. آیا از آنچه می آفریند برای خود دختران را برگرفت و شما را با پسران برگزیده است؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. و هرگاه که مژده داده شود به یکی از مشرکان به همان چیزی که به الله مهربان نسبت داده بودند، یعنی تولد دختر، در حال رنگ و رویش سیاه گردد، به این مژده و خشمگین و غضبناک گردد. یعنی پس آن چیزی را که برای خودشان راضی نمی شوند برای الله چگونه راضی می شوند، حال آن که الله از آنچه کافران می گویند پاک است. تفسیر سعدی. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. آیا کسی را که برای آرایش و زینت تربیت می‌یابد، یعنی دختر، و او نمی‌تواند که در کشمکشی ها مقصدش را خوب و آشکار بیان و اثبات کند، یعنی عاجز و ناتوان است، به الله نسبت می‌دهند. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. و آن مشرکان فرشتگان را که بندگان الله‌اند زن پنداشتند، آیا به هنگام آفرینش آنها حاضر بودند؟ گواه آنان نوشته می شود و آنها در آخرت بازخواست می شوند. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. و گفتند کافران اگر الله مهربان می‌خواست ما فرشتگان را نمی پرستیدیم. آنها کمترین دانش
و آگاهی از این ندارند. آنها جز دروغ چیز دیگر نمیگویند. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. آیا پیش از قرآن کتاب برایشان نازل کرده ایم که اکنون به آن چنگ زدند و عمل کرده اند؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکه گفتند هر آینه پدران خود را بر دین یافته‌ایم و ما از پی آنها راه یافتگانیم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. و همین گونه نفرستادیم پیش از تو ای پیامبر در شهر و ده پیامبران را مگر که بعد فرستادن اشراف و سرداران آن شهر و ده گفتند بگمان ما پدران خود را بر دین یافتیم، البته ما راه و رویش پدران خود را پیروی میکنیم. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. پیامبرشان به آنها گفتند آیا من دینی را برای شما آورده باشم که هدایت بخشتر از آن باشد که پدرانتان را در آن یافتید؟ باز از آن دین پیروی میکنید. گفتند ما به آن پیامبر و رسالتی که شما یافتید باور نداریم. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. پس از آنها انتقام گرفته عذابشان کردیم. پس ای پیامبر بنگر که عاقبت دروغ برآورندگان چگونه بوده است. یعنی پس هشدار ده قومت را اگر مانند آنها رفتار کنند مثل آنان عذاب کرده شوند. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. و یاد کن ای پیامبر چون ابراهیم به پدر و قومش گفت البته من از آنچه شما می پرستید یعنی بت‌ها بیزارم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. بجز آن معبودی که مرا آفریده است پس البته او مرا راهنمایی خواهد کرد. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. و ابراهیم این سخن را یعنی کلمه لا اله الا الله را در میان فرزندانش پاینده و باقی گذاشت باشند که به سوی عبادت الله بازگردند. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم
الحق ورسول مبين. بلکه بهره‌مند ساخته مشرکان قومت را و پدران و بابایانشان را تا وقتی که آمد به آنها دین حق یعنی قرآن و پیامبری که بیان می کند به آنها امور دینشان را یعنی حیاتی آسایشتهشان دادیم و برای کفر آوردنشان بزودی عذابشان نکردیم. تفسیر بغوی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. و چون حق یعنی قرآن بر آنها آمد گفتند جادوست و هر آینه ما با آن ایمان نمی آوریم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. و گفتند مشرکان اگر این قرآن از نزد الله می بود پس چرا این قرآن بر مرد از بزرگ مردان آن دو دهه یعنی مکه یا طائف نازل نشده است؟ اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند یعنی پیامبری را حال آن که ما معیشتی روزگذرانی آنها را در این زندگی دنیا میانشان تقسیم می کنیم و بعضی را به مرتبه بالاتر از بعض دیگر قرار دادیم یعنی بایو کمبغل ساختیم تا بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت یعنی در آمدنشان به جنت از آنچه آنها جمع آورند از مال و دنیا بهتر است. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. و اگر این احتمال نمی بود که مردم در گمراهی همه یک گروه می شوند یعنی دین کفر را اختیار می کنند ما برای کسانی که به الله مهربان کفر می ورزند خانه های با سقف های از نقره فراهم می آوردیم و برای آنان ناربان های از نقره قرار می دادیم که با آنها بالا روند. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. و برای خانه هایشان درهای از نقره قرار می دادند و تخت های نقرگین که بر آنها تکیه زدند آماده می ساختیم و از هر گونه زینت برایشان قرار می دادیم و اما همه اینها بهره‌مندی ناچیز و دنیوی است حال آن که آخرت یعنی جنت در نزد پروردگار تو برای پرهیزکاران است. و من
يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هر کس که از یاد الله مهربان یعنی قرآن روی گرداند، شیطان بر او وابسته میکنیم که او را در دنیا گمراه میسازد، پس او همیشه همراهش باشد. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. و البته شیطان ها باز می دارند کافران را از راه راست، یعنی به زینت دادنشان گمراهی را و بعد نشان دادنشان ایمان به الله را، ولی کافران خود را هدایت یافته می حسابند. حتی اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تا آنگاه که نزد ما آید، گوید کافر به شیطان: ای کاش میان من و تو دوری می بود به مثل مسافه مشرق و مغرب، زیرا بسیار بد هم نشینه بودی تو برای من در دنیا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. و گویم فایده نکند شما را دیگر پشیمانی، زیرا که ظلم کردید به سبب اختیار نمودنتان کفر را، پس شما در چشیدن عذاب با یکدیگر شریک باشید. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان في ضلال مبین. آیا تو ای پیامبر میخواهی به ناشنوایان، یعنی آن کارهایی که الله آنها را کار گردانیده است، از شنیدن حق و کارهایی را که از دیدن حق کار کرده است، سخن بشنوانی یا کارانی را که در گمراهی آشکار هستند راه بنمایی؟ این در عهده تو نیست، هدایت در دست الله است. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. پس هرگاه تو را ای پیامبر از این دنیا ببریم، البته ما از آنها انتقام میگیریم. او نرینك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. یا عذابی که به آنها وعده دادیم به تو نشان خواهیم داد، زیرا ما بر آنها توانا هستیم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقیم. پس محکم نگاه دار ای پیامبر آنچه را که الله در این قرآن به تو امر کرده است، البته تو بر راه راست یعنی دین اسلام قرار داری. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. و البته این قرآن برای تو و قومت پنده است، زیرا که به زبان آنها نازل شده است و از دیگرها دیده باید آن را خوبتر بفهمند و به زودی پرسیده می شود از شکرگزاری و عمل کردن به قرآن.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. و بیپرس ای پیامبر آن پیامبرانی را که فرستاده بودیم پیش از تو، آیا جز الله مهربان دیگری را برای پرستش آنها قرار داده بودیم؟ یعنی نه، بلکه تمام پیامبران مردم را به عبادت الله یگانه دعوت نموده بودند. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. و همان موسی را همراه با معجزه های خود بر فرعون و سرداران قومش فرستاده ایم و گفت هر آینه من فرستاده پروردگار جهانیانم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. چون آیاتی یعنی معجزه های ما را بر آنان پیشکش کرد، آنان از مشاهده آن معجزه ها به آنها میخندیدند. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. و هر معجزه بر آنها یعنی فرعون و پیروانش نشان دادیم از معجزه دیگر بزرگتر بود. آنگاه همه را به عذابهای گوناگون گرفتار کردیم، باشد که از کفرشان بازگردند. عذابهای گوناگون یعنی مثل طوفان، قرباقه و ملخ. تفسیر سعدی. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. گفتند فرعونیان ای جادوگر دعا کن برای ما به پروردگارت به حرمت آن عهد و بزرگی که به تو داده است این عذاب را از ما بردارد. پس اگر این عذاب را از ما بردارد هر آینه هدایت یافتگانیم، یعنی ایمان میاریم. یعنی جادوگران در زمان فرعون آدمانی بزرگ و دانشمند به حساب می رفتند. از این لحاظ آنها موسی را به این صفت ندا کردند. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. چون عذاب را از آنها برداشتیم به شرافت دعای موسی این هنگام آنها پیمان خود را شکستند، یعنی ایمان نآوردند. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. و فرعون در میان قومش فخر کنان ندا کرد که ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این جای باران که از زیر پای من و از زیر کاخها و قصرها جاری هستند از آن من نیستند؟ آیا قوت و منصب مرا در برابر ناتوانی و کمبغلی موسی نمی بینید؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين. بلکه من بهترم یا این شخصی که او خوار و زار است و درست سخن گفتن نمیتواند.
زیرا زبان حضرت موسی علیه السلام لکنت داشت. تفسیر طبری. فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین. پس چرا فرود آورده نشد بر این موسی اگر حقیقتاً فرستاده الله باشد؟ دستپانه های طلایی یا چرا گروهی از فرشتگان همراهش نیامدند که بر پیامبریش گواهی دهند؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقین. پس فرعون قوم خود را گمراه ساخت تا او را اطاعت کردند و موسی را باور نکردند. هر آینه مردم تباکار و خارج از دین حق بودند. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین. پس چون ما را به خشم آوردند به سبب کفر و عصیانشان، از آنها انتقام گرفتیم، پس همه‌شان را غرق کردیم. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. سپس آنان را در شمار گذشتگان و عبرت برای آیندگان قرار دادیم. یعنی کسانی که مثل آنها عمل کنند این چنین به عذاب گرفتارشان می‌سازیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون. و چون فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد، آنگاه قوم تو از آن آواز بلند برداشته ریشخند میزنند. یعنی میگفتند پرستش عیسی ابن مریم مثل پرستش بتان است. تفسیر سعدی. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. و گفتند مشرکان ای فرستاده شده، آیا معبودان ما بهترند یا آین عیسی؟ و این سخن را جز برای جدال و خصومت با تو نگفتند که مردمی خصومت کنندند. یعنی پس اگر عیسی در دوزخ باشد ما هم با همراه معبودانمان با همراه او هستیم. تفسیر طبری. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. او یعنی عیسی تنها بنده است که پیامبری را انعام کردیم بر او و او را عبرت و مثال برای بنی اسرائیل ساختیم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. و اگر می خواستیم به جای شما فرشتگان پدید می آوردیم تا در روی زمین جانشین شوند. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم. و به شبهه فرامدن عیسی علیه السلام پیش از روز قیامت نشانه فرارسیدن قیامت است. پس در واقع شدن قیامت هرگز شک نکنید و پیروی من کنید. این است راه راست به سوی جنت.
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. شیطان با وسوسه هایش شما را از راه طاعت من باز نگرداند. البته او دشمنی آشکاری شماست. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. و چون عیسی با دلیل‌های روشن خود نزد بنی اسرائیل آمد گفت بیگمان برایتان حکمت و نبوت را آوردم و آمدم تا چیزهای از امور دینی که در آن اختلاف میکند روشن کنم. پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هر آینه الله یکتا پروردگاری من و پروردگاری شماست. پس او را یگانه بپرستید و به او چیزی را شریک نآورید. راه راست این است. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. پس وای بر حال ستمکاران، آنان که عیسی را چنین وصف کردند از عذابی در داور قیامت. یعنی در شأن عیسی اختلاف کردند. گروه او را بنده و پیامبر الله می حسابد، این حق است. گروه او را پسر الله می حسابد و گروه او را الله می حسابد. الله پاک است از این گفته ها. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. آیا آنها منتظر این هستند که قیامت ناگهان در حالی که از آن بیخبر هستند برایشان بیاید؟ یعنی آنهایی که در شأن عیسی ابن مریم اختلاف کردند. تفسیر طبری. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دوستان در آن روز دشمنی یکدیگر خواهند بود مگر پرهیزگاران. معنای دوستان یعنی گناهکاری که در دنیا با هم دوست بودند. تفسیر طبری. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ای بندگان پرهیزگار من، امروز هیچ ترس و هراس نیست به شما. گرفتار عذاب نمی شوید و نه شما غمگین می شوید. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ای کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و به آنچه پیامبران آوردند عمل نمودند و با دل و عضوهای بدنشان تسلیم امر ما شدند. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شما و همسرانتان با شادکامی و خرسندی به بهشت داخل شوید. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. گردانیده می شود به بهشتی ها در کاسه های زرین طعام را و در قدح های زرین شراب را. در آنجاست هرچی دیل کشد و دیده از آن لذت ببرد و در آنجا جاودانه خواهد بود. و تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. و این آن بهشت است که الله شما را به سبب عملهای نیکتان در دنیا میکردید میراث داد. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. در آن جنت برایتان میوه های بسیار است که از آن میخورید. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. هر آینه گناهکاران در عذاب جهنم جاویدانند. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. عذابشان کم نمی شود و آنها از رحمت الله ناامیدند. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. و ما به آنها ستمی نکرده ایم تا آنها را به عذاب گرفتار کنیم، بلکه آنها به سبب شرک آوردنشان به الله یگانه خود ستمگار بودند. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. و دوزخی ها فریاد برآوردند که ای مالک دوزخ، کاش پروردگار تو ما را بمیراند تا از این عذاب خلاص شویم. میگوید مالک دوزخ نه، هر آینه شما در این عذاب همیشه باشد. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. همانا آوردیم برای شما سخن حق را و آن را برای شما روشن نمودیم، لیک اکثر شما سخن حق را که پیامبران آورده اند نمی پسندیدید. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. آیا تصمیم سخت گرفتند مشرکان کار را؟ پس البته ما نیز تصمیم گیرندگانیم، ما نیز اراده محکم و تغییر ناپذیر گرفتیم. یعنی آیا قصد کردند حیله را در برابر حق؟ ما نیز قصد میکنیم خواری و هلاکی آنها را. تفسیر طبری. ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا گمان میکنند این مشرکان که ما نمیشنویم سر و رازگویی سخنان پنهان آنها را؟ آره، خوب میشنویم و هر آینه فرشتگان ما نزد آنها هستند و می نویسند همه عملهای آنها را. قل إن كان للرحمن ولد
فأنا أول العابدين. بگو ای پیامبر به مشرکانی که میگویند فرشتگان دختران الله هستند، اگر الله مهربان را فرزند می بود چنان که میگوید، پس من اولین عبادت کنندگان می بودم آن فرزند را، لیک الله پاک است از زن و فرزند داشتن. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. پاک است پروردگار آسمان ها و زمین و پروردگار عرش از آن نسبت ها که مشرکان به او می دهند و مانند فرزند و غیره ها. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پس بگذارشان به حال خود ای پیامبر تا در باطل خود مشغول باشند و سرگرم بازی شوند به دنیای خود تا دمی که برسند به آن روزی عذابشان که وعده داده شدند، یا در دنیا یا در آخرت یا در هر دو. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. و او الله است که در آسمان معبود است و در زمین نیز معبود می باشد و اوست حکیم و دانا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. و برتر و بزرگوار است آن ذاتی که فرمان روایی آسمان ها و زمین و هر چی در میان آنهاست از آن است و علم فرا رسیدن قیامت خاص است و به سوی او ای مردم بعد از مرگتان بازگردانیده می شود. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. و کسانی را که به جای او عبادت می کردید قادر به شفاعت کسی نیستند مگر کسانی که از روی علم به حق شهادت و گواهی داده باشند و الله را به یگانگی پرستیده و پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را اقرار کرده باشند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از آنها ای پیامبر بپرسی کی آنها را آفریده است، البته می گویند الله. پس چرا از عبادت الله روی می گردانند؟ وقیله یا رب این هؤلاء قوم لا یؤمنون. و الله آگاه است از گفتار محمد صلی الله علیه و سلم که گفت ای پروردگار من، هر آینه اینها مردمی هستند که ایمان نمی آورند. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. پس ای پیامبر از آنها روی بگردان از آزارهایشان و بگو سلام، آره به زودی خواهند دانست چی سرنوشت دارند. معنای سلام یعنی اهل ادراک و تمیز چنین است
که در مقابل بدی آنان بدی نمی کنند. تفسیر سعدی. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. اگر کجای ما و یا ترجمان به خطای راه داده باشد، طلب دعا می کنیم که الله سبحانه و تعالی ما را ببخشد. آمین.